بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه یک فنجان سلامت. برنامه یک فنجان سلامت امروز اختصاص داره به یک مبحث خیلی داغ امروزی که متاسفانه انگار جامعه میره که روز به روز بیشتر درگیرش بشه. راجع به اضافه وزن و جراحی های لیپوماتیک و لیپوساکشنی که باعث میشه که این وزن به طور خیلی سریع کاهش پیدا بکنه. اما چه کسانی میتونن این جراحی ها رو انجام بدن و چه کسانی نباید انجام بدن؟ دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علی کربلایی خانی، جراح پلاستیک و عضو هیئت علمی دانشگاه. همراه ما باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. خیلی خوش آمدید به این برنامه. مرسی. شما. بله، اگه شما سلام علیکی دارید با بینندگان بفرمایید تا من سوال‌ها رو مطرح بکنم. به نام خدا با عرض از سلام خدمت شما و بینندگان عزیز در خدمت شما هستم. قربان شما. آقای دکتر، امروزه خیلی میشنویم لیپوماتیک و لیپوساکشن. اولا می‌خواستم یه توضیح بدید که این دو واژه با هم چه تفاوت‌هایی داره و چه تفاوت‌هایی در روش انجام جراحیش وجود داره. البته قبل از شروع لیپوماتیک لیپوساکشن باید در مورد مسائل ما صحبت کنیم. بله. یکی از این مسائل وزن ایدئاله. ببینیم مثلا چه کسایی برای این لیپوماتیک مناسب هستن، چه کسایی مناسب نیستن. ما یه اصطلاحی داریم به نام BMI که این چطور محاسبه میشه؟ میایم وزن رو تقسیم بر مجذور قطع به متر میکنیم. یه عددی به دست میاریم. یه مثال برای ما بزنید. بله. به فرض اگه یه نفر 90 کیلوگرم قطعش 1/70 90 تقسیم بر 1/70 ضرب در 1/70 میکنیم یه عددی به دست میاریم. بله. این عدد اگه بین 19 تا 25 باشه مناسبه. 25 تا 30 معمولا میشه گفت یکم بالای وزن هستش. 30 تا 35 معمولا چاق محسوب میشه. بالای 35 میشه دیگه خیلی چاق و دیگه بالاتر از این میشه خیلی خیلی چاق. خب این نسبت در مردها و زنان یکسانه؟ بله. این نسبت یکسانه ولی هر چه مثلا تم بره بالا این نسبت هم میره بالاتر. یعنی ممکن یه BMI که برای من مناسبه برای جوان 20 ساله مناسب نباشه. حالا فرمودید در مورد لیپوماتیک و لیپوساکشن تفاوت این دو تا چیزی که مرسوم بوده از قدیم استفاده میشه لیپوساکشن هست. یه چیز علمی هست در همه جای دنیا استفاده میشه و تا حالا هم جواب داده. ولی خب به مرور یه سری دستگاه‌های اصطلاح وارد مملکت میشه یا دستگاه ساخته میشه. حالا دستگاه اسمای مختلف دارن ولی خب به عنوان توی کشورها به عنوان لیپولیز، لیپوماتیک یا حالا لیپوست یا بادیجت، حالا انواع اقسام از اینا هستش تو مملکت وارد شده و استفاده میشن. نکته‌ای که مهمه واقعا هیچ تحقیقی در مورد این انجام نشده که ما بگیم اصلا این لیپوماتیک نسبت به لیپوساکشنی که از بسیار قدیم انجام شده نتیجه بهتری داره. چیزی که مهم استفاده مثلا انتخاب بیمار هستش که ببینیم این کدوم از اینا براش مناسبه. نکته که مهمه بیماران خیلی چاق اصلا برای لیپوماتیک مناسب نیست. بیماری که میاد BMIش بالای 35 حتی بالای 30 این هست برای لیپوماتیک مناسب نیستن. اینا باید مراجعه کنه به همکارای لاپاروسکوپیک ما یا همکارای جراح ما که بیان اینا معده‌شون کوچیک کنه، بایپاس معده، استیو معده و روش‌های دیگه که برای کاهش وزن هست. حتی روش‌های رژیم به همکارای متخصص تغذیه مراجعه کنن و وزنشون رو با رژیم و ورزش بیارن پایین. البته این رژیم و ورزش همیشه ارجح. نکته که من می‌خوام اینجا خدمت شما بگم کاهش وزن‌های افراطیه. بیماران به ما مراجعه کردن خیلی یهو رفتن این رژیم گرفتن، حالا دیدن وزنشون میاد پایین، خوشحال شدن این وزنشون رو آوردن پایین. مثلا به فرض که 70 کیلو مثلا وزنش یهو آورده رو 60 کیلو. این باعث شده صورتش چروک بخوره، چینی پوستای مثلا بازو جای مختلف چروک بخوره. توصیه میکنم که افرادی که چاق هستن خیلی به صورت زیاد وزنشون کاهش به فرض که 70 کیلو تا 75 بمونه به نظر من مناسب. من با توجه به اینکه بیمارانی که میان برخورد میکنم فکر میکنم مناسب هستش. دیگه خیلی خودشون به صورت زیاد وزنشون پایین نیارن. خب این درمان لیپوساکشن آیا صرفا یک درمان زیباییه یا اینکه میتونه که در
بعضی موارد مثلا در کمردردها یا مثلا ممکنه در واریس‌های پا مثلا کمک بکنه. اون وقت دیگه بیمار مجبور میشه که دیگه یک درمان انتخابی نباشه، یک چیزی باشه که به صورت تجویز شما باشه که شما بگی که آیا همچین چیزی وجود داره. واریسی پا که نه اصلا کاربرد نداره، ولی خب در چاقی‌های موضعی، چاقی‌هایی که ناحیه شکم پهلو هست، خب مناسبه. اگه این وزن‌ها به اصطلاح بیاد پایین ممکنه کمردرد بیماری که اگه داره بهبود پیدا کنه. مهمترین چیزی که هست باید خدمات از انتخاب بیماره. بفرمایید که اون وقت سن مناسب چه سنیه برای انجام این عمل؟ سن مناسب معمولا بالای 20 سال مناسبه. حالا دیگه بالاتر از اون باید محدودیت نداره، ولی خب باید از نظر قلبی ریوی بیمار بررسی بشه، مشکل نداشته باشه، بیماری همراه نداشته باشه یا دارویی نخورده باشه که خونریزی را زیاد به اصطلاح باعث افزایش خونریزی بشه، مثل آسپرین رو باید حتما قبل از عمل قطع کرده باشه. آیا دکتر بیمار چقدر باید بستری باشه در بیمارستان؟ از قبل جراحی مدت جراحی چقدره و بعد از جراحی چقدر نیازه که مهم اینه که در یه مرکز مجهز انجام بشه، تحت نظر متخصص بیهوشی باشه و الکترولیت‌های بیمار بعد از عمل کنترل بشه. و اگر این به اصطلاح حجم لیپوساکشن زیاده، بهتره بیمار یک شب در کلینیک یا بیمارستان تحت نظر باشه و هیچ وقت در مطب این کار انجام نشه. اصلا توصیه نمیشه تو مطب انجام بده. بیمارانی به ما مراجعه میکنن که رفتن تو مطب انجام دادن، به نتیجه مطلوب نرسیدیم. میگم چی شد؟ میگه آقا دکتر من دیگه بیشتر از اون خودم تحمل نکردم. خب این داروی بی‌حسی که همون لیدوکاین که شما چون در شرایط مطبی بوده، شرایط خیلی ایدئالی نبوده و بیمار حتی نتونسته تا پایان کار تحمل بکنه. پس باید بیماران خیلی بینندگان حتی عوارض داره، حتی ممکنه این لیدوکاینی که در حجم زیاد، حالا شما شاید لیدوکاینی که استفاده کنید حجمش خیلی کم باشه برای تخصص رشته خودتون، ولی در رشته در لیپوماتیک مقدار زیادی لیدوکاین مصرف بشه. لیدوکاین ممکنه مسمومیت بده، ممکنه حتی عوارض قلبی داشته باشه، عوارض تشنج بگیره بیمار. اینا بهتره حتما یه متخصص بیهوشی، حتی تکنسین هم نباشه، متخصص بیهوشی حتما بیمار رو تحت نظر داشته باشه و حتی یک شب پیش از عمل اونجا بستری باشه. یک شب پیش از عمل نخیر، ولی بعد از عمل بهتره یک شب حتما تحت نظر باشه. خیلی ممنونم. تقاضا میکنم که به قسمت دیگه ای از برنامه تصاویر زیبایی داریم ببینیم و بعد دوباره برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر کربلایی خان.